روز شنبه در یک مراسم با تنتنه سربازان آمریکایی نظارت کمپ شراب واقع در ولایت جنوبی هلمند افغانستان را بر دوش گرفتند. اکنون تخمیناً 300 سرباز نیروهای بحری در تمرینگاه کارپوس 215 ارتش افغانستان مستقر شده با تعلیم نظامیان افغان مشغول خواهند شد. چند پیش گنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان گفته بود که برای حل بحران با طالبان ارسال نیروی علاوه‌ای به افغانستان ضرور است. اکثر سربازان آمریکایی که چارچوب نیروهای پیمان ناتو به هلمند سفربر شدند در گذشته هم در این استان ناآرام افغانستان خدمت کردند. در برخوردها با طالبان در ولایت هلمند نزدیک 1000 سرباز آمریکایی و بریتانیایی هلاک شدند. بسیاری از سربازان از آنجا برگشته میگویند که آرزو دارند نظم و ثبات منطقه را برقرار نمایند. من خوشحالم که به اینجا برگشتم. میدونید من در ولایت هلمند وقت زیادی رو پشت سر کردم. ما سالهای زیادی برای آرام نمودن این منطقه مبارزه بردیم و هیچ نمیخواهم شاهد بی‌ثباتی باشیم. انتظار ملاقات با شناسایم می باشم. با بعضی افرادی که در گذشته آشنا شده بودم الکی وا خوردم. خیلی خوب است که ما اینجا برمیگردیم و روابطمان را برقرار میکنیم. در بخش بزرگ کشتزارهای هلمند مواد مخدر کاشته شده است و این منطقه که زیر نظارت طالبان است تامین کننده اساسی صادرات غیرقانونی افیون در سراسر عالم به شمار می رود. طبق اطلاع رسمی بعد بیرونشوی نیروهای بین المللی از افغانستان آشوبگران فعال شدند و حالا نیروهای افغان کمتر از 60% مناطق این کشور را تحت نظارت دارند.